سلام بچه ها. اینجا اومدیم که دامداری بزنیم و اولین چیزی که میخوایم چوبه. بریم چوب ماین کنیم. دی 3 تا 4 تا 5 تا بده. حالا اینا تبدیل به پلنگشون میکنیم و باشون میریم کرافتین تیبل درست میکنیم با چند تا استیک. حالا کرافتین تیبل رو میذاریم و باهاشون میریم یه دونه کلنگ برای سنگ و شاید این تبر لازم هم شد. این تبر هم میسازم. حالا کرافتین تیبل رو بر میداریم، تمام چوبا این ماین کنم. چقدر اینا سفتن، خیلی تازه زیادن، خیلی. اینم آخریش دیگه، چیزی نیست. نه نیست. حالا بریم این بزرگ بکشیم. پشمشو احتیاج دارم. دیگه چیزی دیگه بز نیست. بد شد. اونجا سر را عجب کیفی بزرگی هست. بلکم میخوام برم دنبال فیلش تا سنگ انماین کنم بعد برم. دیگه بسته همینا. آخرشم بکنم. اینم از این دیگه بس. بریم دنبال ویلیج. چون که برای که ما دامداری بزنیم احتیاج به گندم داریم و گندم هم داخل ویلیجه. ویلیج یعنی روستا. حالا باید این گله میکنم برای تختم. یس، بالاخره روستا پیدا کردم. اینجا چند تا خونن هست تا برام این گندماشو بکنم. آیرون غلامشن نیست. ویلیجر تا ببینم چی ترید میکنم. سقال به درد نمیخوره. آیرون غلامش اینجا. خب تا برم این گندماشو بکنم، چون برای این دامداری، برای که حیوونا بیاریم داخل دامامون احتیاج به گندم داریم. خب اینا میذاریم داخل اینوینتریمون، تبدیلشون میکنیم به گندم عادی. 64 تا 62 چقدر زیاده، خیلی زیاده. فقط احتیاج به چوب داریم، خیلی چوب. دفعه ببینم داخل چیه. امراد با آرمان چرمی خیلی خوبه، به کار میاد. تا بپوشمش. خب الان بده. یه دونه باز دیگه هم میخوام. تا اول بیام اینا تبدیل به پلنگشون کنم. خب فکر کنم دیگه بسه، همینقدر کافیه. حالا میریم داخل اینکه عکس آجر زده. اینه که هست میگه نیاز به استیک داریم. اینا تبدیل به استیک میکنیم. یه 20 کافیه. حالا این 24 تا
همش رو تبدیل میکنیم. یه دونه از اینا احتیاج داره. خب حالا تا اول اینه که بکشم یه جا صاف. اونجا فکر کنم صافه. اونجا خوبه. تا بازم بیا. باز بیا. بدو زودی. یه دونه بازن اونوره. بدو ایناش. یه دونه باز. حالا اینجا میایم از اینا میکشیم. خوبه فکر کنم تا اون برش هم بکشم. دیر کردم. حالا بازه های بدیم اون یه دونه از اینا. الان که میبینه من نمیتونم از اینا بپرم. او بازه خوب. بازه فرار کرد. خب این بازه اینجا بود. برم بگردم داخل اجازه چیه؟ نون خوبه. این سیبن برمیداریم. شاید تا سیب زمینی به دردمون بخوره. خب تا دنبال یه دونه باز بگردم. باز کجایی؟ بازی میگه ایران خلا میشه. تا که رو تیبیل ما بکنم. بازیم اینا یه دونه بازن اون بره. خب بدا اونه که بازن اومد. عالی شد. حالا میام کنار اونکی درش باز میکنیم. این بازا میاریم داخل. ای بیبی زامبی فرار. وای دنبال. الان میمیرم. چرا اینقدر زیادن؟ اینا زامبی داخل این نور خورشید آتیش میگیرن. تو فرار کنن. برو بزنش. مرده. موقع بکششون گوشت زامبی میدن. بیا باز. گیر کرد که. بیا بریم. برو داخل. حالا برای که اینا میان دنبالم، برای که فرار نکن. بیا نکن. گندم داخل دستم. بیا. خب حالا داشتم میگم برای این که مثلا این بوزا دیگه اینا یان پیشمون، این گندم داخل این دستمون رو عوض میکنی. الان دیدی؟ الان دیگه نمیان. میخواستی فرار کنی ها؟ حالا با گندم میتونی اینا بیشتر کنی. یعنی گندم میدم واسه این دونه واسه این. بعد الان یه دونه بچه داره. اینا 3 تا بودن. الان میدم واسه بچه بزرگ میشه. یه دونه میدم واسه این. تعدادشون زیاد شد. کم داره تعدادشون زیاد میشه. بعد هر روز فقط میتونیم یه بار بهشون گندم بدیم. الان باید یه شب بشه بخوابن تا فردا بشه. بعدش باز میتونم بهشون گندم بدم. خب الان
من چیکار کنم؟ ولی اگر شما اینه میخوایم به جای اونهی که باش بریم پیش بوزا میتونی فرش استفاده کنی، فرش. اما چجوری؟ تا هر جا دلتون میخوای این میتونی این فرش رو بذاری. ما میذارم داخل این کنجه، یکی میذارم اینجا. خب برای که بریم روش ایجا میزنیم، ولی رو اینکی این نمیتونیم بیان، ولی رو فرشی میتونیم. خیلی ممنون از منطق ماینکرافت. بگه نه باز. خب حالا داره این شب میشه تا داخل بذارم. خواب بشنمه بخورم. این گوش زامبی دارم میخورم. وای افکت داد. افکت کاری میکنه که بیشتر ای گوش نمیشه. تا برم داخل بینم چه سینگی چی داره. امرالد، نون، سیب عالیه، ولی اونقدر خوب نیست. ای چیز اوپیان اونقدر نیست، ولی از نظر ویلج خیلی خوبه. خب من بخورم تا افکت بره. بالاخره شب را دیدیم. خب حالا میتونیم به بوزا گندم بدیم و بیشتر شه. واسه ای گاو هم میتونه همینجوری کنیم. تا بیارمش ببینم از اینجا این نمیاد. نه گاو نمیاد. تا از این ور بکشمش. هم بوز هم گاو ای گندم میخورن. اینا همشون الان داخل یه جا. خب حالا میتونم به همشون الان میتونم ای گندم بدم. تا اول برم اولش کن. آره خودم بزنم یا نزنم؟ نه بعدم بزنم. خب الان میایم این گندم میدیم واسه بوزا تا زیادتر شه. یکی واسه تو، یکی واسه تو. یکی کسی نیست؟ یکی کسی نیست؟ خب حالا به این بچه بزرگ میدم. بزرگ شو. الان میره با اون. الان چند نفر شدنه؟ چقدر تعداد بزرگ، چقدر زیاد شدنه. یا خدا بزرگ نمیشه. زودی افتادم، ولی اشکال نداره. از فرش میرم بهتره. ما از فرش میریم به عرش. گاف برا میخوام به اینه که لا اله الا الله. گندم بخور. بالاخره برم این بسته. گوش بچهش تا به بچهشم بدم. بریم. چقدر زیادن. و راستی بچه ها به جای گوسفند و با گاو این میتونین این مرغ هم با سید تعدادشون رو زیاد کنین. چرا نمیرن کنار؟ یس او بازه کو؟ او باز بچه نیست؟ باز بچه بازو که بچه شده. تا این خاکا بتونم راحت تر کنم. تمامه ببشن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الان 3 نفر بودن. 3
3 تا بز بدن، الان شدن 12 برابر شدن. این تازه این 2 روز گذشته، ولی دیگه وقت مرگی. بعضی هم یه نباخیلی دیگه بزا پیششن. بمیر جان بمیر بمیری. و دیگه همینه. ای کریپر تا ویدیو بعدی